صدقه فطرم عزیزان که یکی از اعمال این روزه ما هست. کسی که توانایی دارد صدقه فطر را بدهد که روزهش تکمیل بشود. ما در این روزه ماه رمضان اینجور نیست که گناه نکردیم. چشم ما، زبان ما، گوش ما، اعضا و جوارح انسان هستیم و قطعا ثواب روزه ما کاهش پیدا میکنه، کم میشود. الله سبحانه و تعالی لطف کرده که با این فطریه او را تکمیل میکند. این لغویات ما را، این لغزش های ما را الله سبحانه و تعالی پاک میکند به وسیله این عمل فطریه. عمل فطریه 2.5 کیلو چقدر میگه؟ هر انسانی که مقدار 2.5 کیلو توانایی دارد که مواد غذایی به یک فقیر بدهد، او را خوشحال بکند و او خوشحال بشود که روز عید بله من هم دارم، شیرینی دارم که مردم شیرینی بخورن، من هم دارم. اون چیزی که ثروتمندان استفاده میکنند اونها هم خوشحال باشند، دعای خیر بکنند برای آنها. بروید این افطاریه را یک بهترین مواد غذایی که خودت استفاده میکنید برو به اون بده که روزه تکمیل بشود، الله ازت راضی بشود، پاک بشوی. طهرة للصائم که صائم روزدار پاک بشود و اون طعمه برای مساکین بشود. این فلسفهش است. از امروز شروع می شود، از فردا شروع می شود، قبل از نماز عید این وقتشه. این عزیزان فطریه این است. فطریه پول نیست که ما بیایم خیلی خودمون راحت بکنیم میگیم آقا 70,000 تومان بدیم. 70,000 تومان چیزیست والله العظیم. یعنی میخوام سر خودمون کلا بذاریم که 2 کیلو گندم به مردم بدیم، خلاص پول گندم بدیم. چرا پول برنج نمیدی؟ اگه واقعا تو معتقدی برو پول برنج بده که حداقل 250,000 تو هر نفر بده، بعد خبر میفته که واقعا میدی یا نمیدی. چرا پول گوشت نمیدی که خودت گوشت میخوری؟ به فقیر روز عید گوشت باید بدی. طعمة للمساکین معنیش چیه؟ غذای مساکین. خب غذای مساکین گندمه، یعنی شما خودتون گندم میخورید به او گندم میدهید؟ نمیشه عزیزان. اسلامی نیست. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، در زمان خلفای راشدین، در زمان همه ائمه تابعین و تبع تابعین مواد غذایی قوت غالب اون روز را دادند. از هیچ جای ثابت نیست که ها پول داده باشند. این پولا رو ملا درست کردن برای خودشون. این خلاف سنت هست. ولو اینکه حالا بعضی یک عالمی از علما یک فتوای شخصی دادن، ولی در حقیقت اون قوت غالب است که خودت استفاده میکنی. اون را بده. اون باعث می شود که این روزه تکمیل بشود. با پول دادن روزه تکمیل نمی شود، جبران نمی کند پول او را. بدانه که اگر پول دادی اون فطریه محسوب نمی شود. نص صریح ما داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب میگن اطعام بدید که اون غذا را فقیر بخورد، همانطور که تو استفاده بکنی و بخورد، قابل مصرف باشد. پس اینه عزیزان، بیاییم هنچی که الله و رسول گفت به آن تسلیم شویم.